خوانندگی علی اکبر قیلیچ من اینجوری فکر میکنم یه قبل و بعدی داره، یه نقطه عطف داره. یه کاری داری برای امیرالمومنین ایلیا که دیگه همه بلدن و باید کلا خوانندگی تو به 2 دوره تقسیم کرد، قبل از این کار ایلیا و بعدش. قبول داری؟ درست میفهمی. درست حاج آقا نظرتون راجع به ایلیا چیه؟ شنیدین کار منو؟ من ایلیا رو شنیدم، خوشم اومد راستش. بریم ایلیا. ایلیا اول و آخر ایلیا، فاتح خیبر علی مولا ایلیا اول و آخر، فاتح خیبر علی مولا پس ایلیا میشه نقطه عطف و بعدش دیگه علی اکبر قیلیچ خیلی 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 گل میکنه. چون محبتشون نه جدی دارم میگم. و خب اقبال و من البته خیلی خوشحالم که تو انقدر آزادانه باورت رو فریاد میزنی. یعنی یه وقتایی من دیدم بچه مذهبی ها، بچه امام حسینی ها خواننده میشن، آدم دیدم تمام پستای مذهبیشو پاک کرده دیگه من خواننده شدم دیگه. ولی علی اکبر قیلیچ اینجوری نیست. گفت با امام حسین مشهور شدیم، انشالله با امام حسین مشهورم بشیم. دمت گرم.